حاضرین گرامی، با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نارک، مخصوصاً دستگیری های به واسطه رئیس شهر محترم فیروزه شریفی، برنامه کنسرتی هنرمندان شناخته جمهوری با اشتراک یاسمین دولت و سیده سراج الدین و گروه حجنگاران غریب شاه کمپانیا برگزار می‌گردد. مرحبا، پذیرا باشید. مردم نارک خواهش میکنم یک بار همه دستا بالا، یک دو سه بیفتخانی شهروندان شهر نارک یک کنسرت. شما یک بار دیگر تکرار به تکرار خواهش میکنم کنسرت برای هنرمندان خانه فرهنگ شهر نارک. کنسرت واقعا یک جان تشکر به شما کارمندان فرهنگی خانه شهر نارک. صحتمند باشید، سلامت باشید، عمری دراز به شما. اون چی میگم من شما گفتم. به همین خاطر بار دیگر سلام، بار دیگر پیام. زنده باد نارک. تشریف دیدی؟ همه این جشن است، این پیروزی است. صدقاً تبریک میکنیم تمام پیرو برنای شهر نارکی باستانی را. محترم معلمه عزیز، در سیمای شما چه همچون یک زن، همچون یک مادر، شخصی با اعتمادی پیشوای ملت، رئیس شهر نارک، گردآفرین زمان فیروزه شریفی، یک بار خیزن قدوبت شما را تمام نارک بینم. یک کنسرت میزنه. زنها در جامعه امروزه بسیار سهم خود را میگذارند. با تکرار میگیم که شاعر را به دنیا آورد که مادر، نویسنده را به دنیا آورد که مادر، شاه به دنیا آورد که مادر، پرچم بردارای جمهوری تاجیکستان را به دنیا کی آورد؟ مادر. مردم نارک هر کس برای مادر خودش یک کنسرت، لیکن دستا بالا. قیمت مادر بسیار بلند است. آفرین. بله. میگن کی اکه بختیار بگن نور این دنیا و آن دنیاستی. مادر میگه زنه نور این دنیا و آن دنیاستی، جز خدا از هر چیزی بالاستی. خاک زیری پا در چشمم کنم بهتر از 100 جنت المأواستی. من بمیرم در بزرگی های تو، در سریشکی همچنان دریای تو. یک کنسرت یک بار به خالی زن مادر میزنیم. چون از این منبری بلند تمام جوانان شهر نارک را در سیمای شما، تمام جوانان جمهوری تاجیکستان را به روز جوانان تبریک میکنم. صحتمند باشم، سلامت باشم. چهل پیشوای ملت میگویند آینده این دولت بزرگ تاجیکان در دست جوانان است. ای پروردگار خواهش میکنیم وطن ما آباد بود هست، خدا خواهد با دستگیری جوانان آباد میماند. سمایش صاف بی‌غبار در لب پیرو برنا خنده هویدا و شکرانه کنیم که وطنی نازنینی به مانند تاجیکستان داریم. خرسک تاجیکی برای تاجیکستان. تشریف و اهمیت دادستی همین خرسک دست راست دیگر های، دست چپ دیگر های تقسیم کنیم. یه مقصد میگم که بختار خرسک مردم شهر نارک نسبت به دیگر جاها خیلی کلانه نه خرسک تمام مناطق تاجیکستان یک نموده. مالی یکی همین شهر نارک فرقیتش دیگره. مردم شهر نارک مردم میهمان نواز بناگ و بنابوس دستا بابالا خرسک دستا بابالا گرد تلخص بزدن. اینا را با بگوی که اگر دستا بابالا خرسک قدی قیقاساش بزنن با قدی قیقاسا بزنن. دستا بابالا قدی قیقاسا
جشن است و بگذار همه ساله همه روزه در سرزمین تاجیکان بنیادگار، تاجیکان اصیلزاده، تاجیکانی که تنها و تنها در پی آباد کردن گوشه یا وطنی هستند این گونه جشن باشد. بار دیگر همه شما پیر و برنا هر 70 ساله شهر نارنج را خوش آمدید میگیم. جشن جوانی مبارک. سلام یک بار دیگر سلام. پس مرحبا یاران جانی و پس ما به دنیای جوانی به دلهای شما فرخنده بادا نشاط همپیسان جاویدانی. یک بار دیگر جشن روز جوانا و تمام جوانان جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. یک بار دیگر به شما سلامتی و سربلندی و تن بی‌درد و دل بیغم از درگاه خداوند تمنا میکنیم. بشری جان بیایید میرویم به دنبال صوت و ترانه های جوانی. بله و کاروان هنرمندان از شهر دوشنبه امروز وارد شهر باستانی نارنج، شهر دوستی، شهر واقعا آبادکار وارد شده ایستادند. از تمام گوشه و کنار تاجیکستان هنرمندا پی قدم آمده ایستادند. زیر کفگیری های بردمان شما برای صحنه زیبا دعوت میکنیم. یک گل دختر نازنی که بسیار قد بلند، قامت بلند، گردن درازی میکند، در میان هر دو قاشش خال بازی میکند. یک قرصک به افتخارش میزنیم. هنر پیشه خوشاوند و خوش سلیقه سیده سراج‌الدین. مرحبا حافظ خوش ادب بگو تازه به تازه نو بنو چند بزن ترانه گو تازه به تازه نو بنو. جشن مبارک باشد جوانان با لیاقت و پرچم برداری شهر نارنج باستانی. خوش آمدید. اول سلام خدا به همه شما میرسونم. بعد روز جوانان به همه شما مبارک باشد. مرحمت سرگای من بهری همه شما. کوهستان وادی قراتگین، رشتان زمین، از اونجا به ایثار و ختلان و باز آمدیم به نارنج. مردم نارنج برای شهر بچه‌های نارنج دستا مردم میهمان نواز و مردم هنرمند نبود که مثلا بچه‌های نارنجی به خونه خواهش میکنم که یگان هنرمند خون این سفر ما میاریم. لیکن به هر حال نماینده های نارنج، جوانان نارنج بننگن، بهارن، غیورن، ورزشگرن، پرچم بردارن، در چندین المپیاد ها جای سزاوار را گرفتگی. خرسک برای جوانان شهری. زنده باشید. مثلا که بلند بگو که بختیان در این میدان زیبا زنان خیلی زیاد است. هر یک محفل اگر زن نباشه اون محفل رنگ دیگر نمیگیره. به همین خاطر خیلی زیاد نه. این همیشه قریب 88-90% زنای مادرای بانوای خانه ماند. مردکا گرسنه ماندن. همه جشنه که زنا 1% برای خطاب بزنن. دستا بالا. زنا قندار شده بودن. زنا احترام کردن در کار زنا را کرد. هر نفر هر مردی که در خانواده زنش احترام کرد برکتش دیگر خندت. برای چی؟ به خاطر چی؟ به خاطری در تمام روی دنیا زبی خانواده علمی زنان. درست. انا شیرین حیات زنای. درست. گلستان سمدی خانواده زنای. درست. انا معلمه اولی فرزندان زنای. ستونی هر یک خانه که خانه را میکفه انمی ستونا انمی زنان را که انمی گپت نو درسته. نو درست. زبانت زن بود کزن چرا زن انا معلمه محترم رئیس ما شما کار نداریم. ما دیگه زن کنیم. زن چرا زن معلمه لیکن زن ستون نمیشد ارواح مثل نگاه کنند. اصابی که زن ستون نمیشد مرد ستون میشم. مرد او زمین شما ستونه؟ بله مرد. رود سفید ازای بدن میجون بکو میجون به یکی داشت. چه خیلی ستونی خانه که هر روز دقیقا کوچه خوابی کو خودت این موجود شیری دلباج خوابی. اگر یک فایز مردکا باشه 99% علمی زنان ستون خانه یک قرصک انا دیدی برادر
که بختیار زن اگر آتش نمیشد خام مانده ما، نارسیده باده در جام مانده ما، زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام، به تخلص به نسب به نام انا دیدی زن اگر آتش نمیشد، زن اگر آتش نمیشد، زن اگر آتش نمیشد حال ما مردکا 3-4 زنی میگرفته. بگذار زن آتش باشد لیکن 3-4 زنی نه، اما شیرینیش در یک تشه. بله درسک برای یکمش بزنه، یکمش که مادرای ما و شما جوانا زنده باشید، سربلند باشید. درباره یکم گفتی دویم یک گپ میگم، همین در دوره سویتی اگر یکم کس شوهر میکرد کلی میشید، خودی داماد میرفتن کو ایروی حرمت و احترام خوشتامنه چی میگفتن؟ اما جان خاله جان احترای پیش حاضره جوانا کلیش در میرن اوچه جان میگفتن، اوچه جان میگن ساعت 10 خوب میکنن. برای هوای شما احترامانه خواهش میکنم، مادرای خوشتامنم بجای مادرای شما احترام میکنم. عائله درست فهمید، عائله دوست دارین، حرمت کنین تا اینکه پاشخوری در جامعه امروزه ما در بین جوانان از بین رود. خرسک برای شه و عروسا میزنیم، یک عمر زنده و زندگی پاینده داشته باشم. تشریف باز اینجا افیزا خوندن، این سایده بانو خوند. بله منم قزقچم کرد، یک تا خونم نمیشه. امروز روز جوان است، خدمت بکنیم جوانان را. بله اجازت های اجازت. یک ترانه دیگه ما هم میخونیم. رفتیم یک خرسک بزن دوستان عزیز، سخن از جان نبگیم که بختیار نوبت را باز به ثبت النوا و بزم اومد چون بزم جوانان است، روز جوانان است. بریم به دنیای صوت و سرود آوازخوانان جوان، جوانان استقلالیت، جوانانی که در دوره استقلالیت تاجیکستان به دنیا آمدند که این زمان در بین جوانان بسیار محبوب است، مشهور هستند. از این خاطر باید آواز دعوت میکنیم بر روی صحنه هنرمندی که محبوب در بین جوانان. زیر کفگیری های شما دستا به بالا، شهرامی عبدالعلی محمد. خب دوستان گرامی، بار دیگر این جشن جوانان مبارک باشد. میرویم بار دیگر شکرانه این وطن را کنیم. تاجیکستان آباد، جوانان در خدمت جوانان هستند. خوش آمدن، رفتیم. شهرامی شهرام ما اینجا بیو شهرام همه قرسک های مخلصه دست و بالا باید خواهید. شهرام هست. شهرام جون سلام باشم. شما مردم ناراحت نکنید که کلاه بردن. این بانه پیشنهادی جناب حاله که باید های بدخشان به کلاه، های کلاه به سوخ، های سوخ به دوشنبه دختر برده، یعنی خشم قباری پیوند کنیم، مستحکم کنیم. بستنی پیشوای ملت درد را نبیند. خرسک برای جوانا و برای پیشوا. تشکر، خود مبارک شود. سلامت باشد. اگه بختیار بزن شامی یک شامی فرهنگی شده که بختیار واقعا شامی فرهنگی شامی اشتی نسبت به دیگر شما فرقیت دارد. به زودی ایدیده ها چی میگه دور نمیشود. به این خاطر بار دیگر شکرانه این وطن کنید. یک بار دیگر تشکر برای همه حرمت احترام، تشکر به کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر نارک برای ترتیبات. تشکر به کارمندان امنیت ملی که واقعا همین ما را اجرا میکنند. تشکر به اون ساختارهای امروز ما را همراهی میکنند، با ما همکاری کردند. و بار دیگر معلمه ارجمند در سیمای شما به 64,000 خرسک‌های 64,000 نفرمان شهروندان شهر نارک یک جهان سپاه. 65 تا شدی، 67 تا، 70 تا، یک خرسک. بخشش من
همونجا من ایراد میگیرم من 64 تا گفتنی 70 تا بود است یک چگونه با من همین گپی جناب عالی یک گپ دعا داده بودن که الهی خلق صحت سلامت باشه و دخترها بیکار گردن لیکن یک شعبه دخترخانه 24 ساعت کار کنه تولدخانه خرسک برای افزایش اهالی جمهوری تاجیکستان معلمه میگن که 64 تا بود یک شب 70 تا شد من نفهمیدم این مردم نورک مسابقه کردیم و بگذار پگاه 100,000 شود خرسک برای اهالی جمهوری تاجیکستان. انا دوستان عزیز نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید یک خوش خبر که انا خود حاضر همین لحظه و همین دقیقه آمدن یک گل دختر نازنین بسیار ترانه های زیبا داره چهره زیبا داره ترانه ها در تمام روی دنیا و هنرمندا گوش میکنن حلاوت ببرن دختر نازنین دعوت میکنیم برای صحنه و می سلام موافق طلب تمام مردم شهر نارک یک بار همه کسا دست و بالا دعوت میکنیم گل دختر نازنین یاسمین دولت‌ها. تشکر زیاد. اولا سلامی ما به همه شما میرسونم و شما را زیاد دوست می‌دارم و امروز برای شما آمدم. صدقه مهر محبتتون زنده باشید. همه شما را تبریک و تهنیت میگم و سرودهای شما به شما می‌دم. تشکر زیاد.